دوستان توجه داشته باشید که همه این سنگ‌ها رو من مجدد توسط چراغ یووی کنترل میکنم که شما عزیزان هم ببینید. میبینید این شهاب سنگ یا سنگی که من دادن به عنوان الماس قهوه‌ای که قطعا نگفتن ترکیب نوری داره، این هم همینطور. یکی سنگ الماس خام گفتند به این شکل، یکی هم همینطور که بهتون گفتم بچه یاقوت کبود. این یاقوت کبوده، میبینید هر چی میره جلوتر رنگو نگاه کنید، رنگو نگاه کنید بچه، میبینید قرمز متمایل به بنفش. این یاقوت کبوت برمس احتمالاً. اینا بچه ها ارزشمنده، پیگیر سنگ دیگه نباشید. الماس سیاه هم هست که بعدا خدمتتون من ویژگی های دوستان خریدار رو ارجاع میدم. جالبه این سنگی که به من دادن نمیدونم چی هست، زیر چراغ یووی تصویر بسیار بسیار قشنگی داره. اینم رنگ یاقوت کبود، می‌بینید تغییر رنگ میده. این سنگ ها رو دوستان خریدارن، سنگ دیگه رو خریداری نمی کنن که نمیدونم برگه آزمایشگاه داشته باشه، ویژگی فلان داشته باشه، سختیش فلان باشه. البته سختی ایناشو قطعا اونا خودشون ارزیابی میکنن، اما مشخصهای دیگر رو فقط روی این دو تا عنوان مهم متمرکز میشن. و سلام و خداحافظ.